سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به تیردی بیس استودیو خیلی خوش اومدین. امروز جلسه هفتم از آموزش های تیردی مکس رو در خدمتتون هستیم. بچه ها این جلسه خیلی مهمه چون که به صورت پروژه محور میخوام یه پروژه معماری رو شروع کنیم. تمام اون 6 جلسه قبل رو، نکته هایی که یاد گرفتیم با همدیگه رو میخوایم ازشون استفاده کنیم. پس اگر اون 6 جلسه رو ندیدید حتما اول اونا رو نگاه کنید، تمرین کنید و بعد از اینکه تسلط روی آیکون ها پارامترها پیدا کردید وارد این جلسه بشید. سعی میکنم تو این جلسه هم سری نکات آموزشی که هست رو بهتون بگم، پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. بریم شروع کنیم. بچه ها مثلا یه پلن معماری به ما میدن توی اتوکد. خب میگن آقا اینو برای من 3 بعدیش کن. من چیکار میکنم وقتی وارد اتوکد میشم؟ هیچ کار خاصی نمیخوایم بکنیم، فقط یونیت مکستون رو چک کنید. مثلا من ال کیبورد ال زدم و اسپیس رو زدم، ال اینتر. میام نگاه میکنم میبینم به چه اندازه‌ای کشیده شده توی اتوکد. ببینید الان 2/10. خب به متر کشیده شده. مثلا این دره رو من چک کنم 1 متره. خب پس این به متر کشیده شده، 1/200 هستش. نگاه کنید یونیت ستاپ تیردی مکس من، نگاه بذارید من یونیت ستاپ رو بیارم، متریک، سانتیمتر و سانتیمتر. خب پس من اگر چیزی بیارم که به متر باشه کارمو خراب میکنه. من میام توی اتوکد اسکیل کارمو میکنم به سانتیمتر. من 2/10 به متر میشه 20 سانتیمتر دیگه. اگر حساب کنید 2/10 میشه 20 سانتیمتر. خب یعنی ضخامت این دیوار من 20 سانتیمتره. پس من یه خط میکشم 20 سانتیمتر. خب یه همچین چیزیه، یعنی ضخامت خط من باید اینقدر بشه، 20 سانتیمتر بشه. خب کل پلانمو درگ میکنم روش انتخاب بشه، یا کنترل A بزنید. خب اگر این خطتون نباید سلکت بشه، شیفت رو میگیرم اینو دی سلکت میکنم. خب SC اینتر اسکیل دیگه. میام نقطه اول خطم یه کلیک میکنم، برای من این شکلی میشه. آر میزنم، آر رو تایپ میکنم، یه اینتر دیگه، دوباره نقطه اولمو میگیرم و نقطه آخر 20 این 2/10 نقطه آخر جایی که میخوام 20 سانتیمتر بشه رو انتخاب میکنم و میارمش آخرین نقطه کارم. این دقیق اسکیل دقیقه که راحت میتونه به شما کمک کنه. اگر من همین جوری اسکیل میکردم، بذارید کنترل زد بزنم یک بار دیگه هم براتون توضیح میدم. اگر من میخواستم اسکیل بزنم، اس اینتر زدم و همین جوری میخواستم اینو اسکیل کنم، خیلی کار سختی بود و نمیتونستم این کار رو دقیق انجام بدم. ببینید من هی باید بیام خطمو کوچیک کنم، مثلا حدودی بیام اینجا، ولی بازم دقیق در نمیاد. پس چیکار میکنم؟ کنترل زد میزنم. یه بار دیگه من این کار رو توضیح بدم. کل این خطمو، کل این پلانمو درک میکنم انتخاب میشه. خب اگر این به غیر از این خطی که دارم، حتما این خط دی سلکت باشه، یعنی انتخاب نشده باشه. خب SC اینتر نقطه اول جایی که میخوام اسکیل کنم رو انتخاب میکنم. R اینتر نقطه همون نقطه رو دوباره از اول انتخاب میکنم. خب بعد نگاه کنین موسم چه شکلی میشه. نقطه آخر که میخوام 20 سانتی متر بشه رو انتخاب میکنم، میارمش آخرین نقطه ای که خطم 20 سانتی متر تموم میشه. اینجا کلیک کردم و تمام شد.
این دقیق اسکیل میکنه کارتونو. پس ما الان یه پلان داریم که به سانتیمتر مدل شده، یونیت ستاپ مکسمون هم به سانتیمتره. پس میریم داخل فایل ایمپورتش میکنیم. ایمپورت مرج، وقتی میایم توی فایل قسمت ایمپورت قسمت های ورودیه، هر چیزی که بخوایم وارد مکس بکنیم، چه FBX باشه، چه OBJ باشه، چه DWG که اتوکد هست، با ایمپورت وارد میکنیم. اگر فایل مکس خواستید وارد کنید، مثلا یه آبجکت، یه مبلمانی میخواین وارد مکستون بکنید، ایمپورت مرج با مرج وارد میشه. پس احجام 3 بعدی رو با مرج وارد میکنیم، احجام 2 بعدی و حالا FBX و OBJ رو با ایمپورت وارد میکنیم. خب من ایمپورت میزنم، میخوام پلان اتوکدم رو وارد کنم. یه لحظه من یه سیو بزنم ببینم سیو کردم کارمو، نکردم. این 20 سانتی متر درسته. یه سیو میزنم، سیو میشه، میرم داخل اتوکد و میگم تیردی مکس و ایمپورت، این پلان رو میارم. یه صفحه برای من باز میشه که معمولا این شکلیه. خب من تیک ری اسکیل رو میزنم و به من میگه یونیت ستاپ فایلی که میخوای بیاری چیه. خب من اینجا تو اتوکد به سانتیمتر وارد کردم دیگه، میگم آقا به سانتیمتر برای من بیار. خب و تیک ری اسکیل هم میزنم، برای من آوردش داخل اتوکد، داخل تیردی مکس. و الان یه چک بخوام بکنم، من یه باکس میکشم مثلا از اینجا تا اینجا. خب ببینید 20 سانتی متر 20 سانتی متر، ارتفاعش هم حالا 40. خب پس ما درست وارد کردیم، هیچ مشکلی از این بابت نداریم و وارد مرحله بعد میشیم. چون دو بعدیه میرم توی محور تاپ، ویوپورت هم میکنم محور تاپ، تی زدم وارد محور تاپ شدم. خب جی هم میزنم که این صفحه های گیریدم بره، بتونم راحت‌تر استفاده کنم. خب قسمت لایه بندی رو میخوام بهتون بگم، خیلی مهمه بهش توجه کنید. این قسمت تاگل لایر اکسپلورر رو باز میکنم، یه صفحه برای من اینجا باز میشه. من اینو برمیدارم، همین الان درک میکنم روی این که بیاد کنار کاماند پنلم. ببینید الان راحت تر میتونم با لایه بندیم کار کنم. یه سری دیفالت، یعنی خود تیردی مکس دیفالت داره که ما هر چیزی که اضافه کنیم الان هم اکتیوه. ببینید این سه تا صفحه که روی همه وقتی که آبی رنگه یعنی اکتیو هست. ببینید من میخوام اینو اکتیو کنم، روش که کلیک کنم این اکتیو میشه. خب این لایه بندیه رو الان هر چیزی که من وارد صحنه کردم وارد این سه تا لایه شده. خب من میخوام خودم یه لایه بندی جدید درست بکنم، لایه بندیمو تمیز کنم، نمیخوام هر لایه بندی که تو اتوکد بوده وارد اینجا بشه. پس چه کار میکنم؟ یک کرییت نیو لایر رو میزنم، اسمش رو میذارم کت. خب تمام اون چیزهایی که تو این لایه هست رو دقیقاً برای من آوردش، انتخابش هم میکنم. تمام اون چیزهایی که توی ویوپورت هم انتخابه رو به وسیله این قسمت add to active layer، یعنی برو تو لایه‌ای که اکتیوه. ببینی الان این روشنه دیگه، اینجا add to active layer میزنم و وارد این قسمت، هر چیزی که تو این صحنه دارم وارد لایه کدم شد. پس دیگه این لایه ها وقتی که فلش کنار لایه‌ای نیست یعنی اون لایه خالیه. برای تمیز کردن لایه بندیم اینا دیگه خالیه، دیگه به دردم نمیخوره. ببین لایه کدم الان فعاله، این لایه ها دیگه خالی موندن، پس دیگه به دردم نمیخوره. میخوام لایه بندی رو تمیز کنم، روی خود لایه بندی راست کلیک میکنم، remove empty layer میزنم
و فقط لایه کدم باقی موند. هر چیزی که تو این صفحه هست اومده تو لایه اتوکد، روی لایه کدم. خب این قسمت رو من لایه کدم رو فعال میکنم. ببینید الان روش که کلیک میکنم این یه لاین جداه، این یه لاین جداه، این یه لاین جداه. خب 3 تا هستن دیگه. خب من میخوام همه اینا رو گروپ کنم. گروپ چیکار میکنه؟ میاد کل اینا رو به صورت گروه بندی برای من سلکت و دیسلکتش میکنه. ببینید وقتی روی گروپ میزنم اینجا گروپ، یه اسم گروپ میتونیم انتخاب کنیم، مثلا کت لایر. خب اومد اینجا، درسته؟ اومد تو لایه کدم که فعاله. خب اینم انتخاب کردیم. حالا کار بعدیم چیه؟ من گروپ کردم دیگه، راحت میتونم روش کلیک کنم. مثلا بذارید من به صورت عملی توضیح بدم. گروپ رو کامل براتون اینجا توضیح بدم. خب ما 3 تا حجم داریم، من این 3 تا حجم رو گروپ میکنم. خب این شد یه گروپ. الان من میخوام یه ذره این باکس رو بیارم جلوتر، بیارم اینجا. پس انتخابش میکنم، میام توی گروپ اوپنش میکنم. وقتی اوپن کنم یا میتونم آن گروپ کنم که از گروپ خارج بشه، یا میتونم اوپن بزنم که از گروپم خارج نشه، فقط لایش باز بشه که من بتونم ادیتم رو انجام بدم و بعد که کارم تموم شد یکی از این باکس ها یا خود گروپ رو انتخاب بکنم یا یکی از این باکس ها رو انتخاب بکنم و کلوز بزنم. کلوز که بزنم دوباره از حالت گروپ میشه. اوکی؟ خب اینم گفتم، بریم جلو. خب پس الان یه گروپ اتوکد دارم، لایه بندیم هم تمیزه، مرتبه. کار بعدیم چیه؟ من باید این کارم رو روی 0 و 0 مکس هم بیارمش. یعنی وقتی جی میزنم گرید که فعال میشه، مثلا اینجا 0 و 0 مکسم، درسته؟ من میخوام دقیقاً بیاد روی 0 و 0 مکسم که راحت بتونم کار کنم. اگر مثلا دور از 0 و 0 باشه خیلی بد میتونید کار کنید و هی پرش میکنه و مدل سازیتون اشتباه در میاد و نمیتونید درست کار کنید. خب حتما پس باید روی 0 و 0 مکس کار کنید. من میام روی این مووه راست کلیک میکنم. ببینید چقدر از 0 و 0 دوره. این اندازه‌ای هست که از 0 و 0 دوره. من میام روی این قسمت ها راست کلیک میکنم، 0 میشه. این دقیقا رفت نقشم روی 0 و 0 تیردی مکس. خب همه این پله پله باید بریم جلو که بتونیم شروع کنیم. خب کار بعدی چیه؟ من جی میزنم که صفحه گیریدم بره. کار بعدیم چیه؟ میام این رو فریز میکنم، برای زیر دستم اووردمش، برای زیر دستم. خب فریز سلکشن که دیگه هیچ اقدامی نمیتونم بکنم، کلا هر چی تو بیوپورت دارم انتخاب کردم و فریز کردم، دیگه هیچ کاری از دستم بر نمیاد چون که فریز شده دیگه، برای زیر دستم آوردمش استفاده کنم ازش. خب راست کلیک میکنم، آن فریز آلم بزنم، برمیگرده به تنظیمات قبلی. میتونم حالا ادیتی انجام بدم، حالا کارم انجام بدم. اگر خواستید کارتون که تموم شد آوردینش 0 و 0 گروپش کردید و بعدش فریز سلکشن میزنید که دیگه تکون نخوره. خب من میام یه لایه جدید میسازم به نام مدلینگ. میخوام دیگه مدلینگم رو شروع کنم. مدلینگ. خب بریم جلو. توی محور تاپ
اسنپ 2.5 بعدی و شیپ و لاین انتخاب میکنم. از یه نقطه از پلانم یه دیوار خارجی دارم که الان کاریش ندارم، میخوام دیوار داخلی رو در بیارم. پس میام وارد دیوار داخلی میشم. برای پنجره ها شروع میکنم، از این گوشه از کارم شروع میکنم به دیوار کشیدن، لاین کشیدن. برای پنجره حتما یه ورتکس اد کنید. هر جایی که بازشوی پنجره در دارید یه ورتکس اد کنید. دستم رو شیفته بچه ها، حواستون باشه خط صاف که میکشید دستتون رو شیفت باشه. اینجا یه بیرون زدگی داریم، دونه دونه من اینا رو سریع میکشم. اگرم اشتباه کار کردید یه بک اسپیس بزنید، برمیگرده به حالت قبل. الان من بک اسپیس بزنم برمیگرده به دستور قبل، مثل کنترل زد عمل میکنه. مثلا من این اشتباه کردم دیگه، نمیخوام برگردم از اول لاینمو بکشم، یه بک اسپیس میزنم و ادامه میدم، کارمو تصحیح میکنم و ادامه میدم. سعی میکنیم که پله پله کلا بحث نور پردازی و حالا متریال و اینا رو توی همین پروژه با هم دیگه بریم جلو و با هم تا آخر بریم جلو و این رو مدل سازی کنیم. اینجا ببینید این قسمت با این قسمت یه ضخامت داره دیگه. این یه حمامه که به وسیله دیوار شیشه‌ای تفکیک شده از فضای اصلی. خب ما اینجا رو ادامه میدیم. اول و آخر پنجره هاتون رو همیشه لاین بکشید بچه ها، ورتکس اد کنید. ببینید همینجوری. اینو اشتباه کار کردم، بک اسپیس میزنم و دوباره شیفتمو میگیرم و ادامه میدم. خب برای این قسمت در ورودی واحدمونه دیگه، میام در ورودی واحدمو ضخامتش رو مشخص میکنم و نقطه آخر میگه آقا اسپیدلاینت کلوز کنم، میگم بله. خب یه قسمت اینجا جا مونده که من میام توی محور تاب، میرم تو مودیفای، قسمت کریت لاین رو فعال میکنم، این قسمت هم میکشمش و اینم اوکی. خب دیگه چیزی نمونده و میریم سراغ مرحله بعد. یه مودیفایر داریم به نام اکسترود که بهتون گفتم. ببینید معمولا ارتفاع کف تا زیر سقف 290 280 260 تا 290 هستش دیگه. اگر ما ارتفاع کف تا کف رو 3 و 20 حساب کنیم، یه 40 سانتی متر ضخامت سقف رو ازش کم کنیم، یه 290 تایی برای ما میمونه دیگه. پس من یه ارتفاع 290 تایی میذارم و 2 تا تیک کپ استارت و کپ اند رو برمیدارم که این دیوارم بمونه. ببینید الان نرمال کارم به سمت داخل دارم کار میکنم دیگه، خرابه. نرمال کارم رو باید درست کنم. پس من یه ادیت پالی میندازم روش، توی قسمت المنت یه کنترل A میزنم و المنت کارم رو درست میکنم. من خط بیرونیه الان برام مهم نیست، به دردم نمیخوره. خط بیرونیه که هنوز نکشیدم اکستریور کارمو. خط داخلی که میخوام کار کنم برام الان مهمه. خب پس میام فلیپ میکنم، نرمال کارمو درست میکنم و تمام. میرم F کیورد رو میزنم، وارد فرانت میشم که نمای بغل رو ببینم، نمای جلو رو. میرم توی این قسمت ادیت پالی هستم هنوز، میرم توی اج و یه درگ میکنم کل این خطای عمودی برای من انتخاب بشه. خب یه کانکت میزنم یا کنترل شیفت ای. خب توی کیبورد کنترل شیفت ای هستش. خب
میذارم و یه دونه کانکت برای من انداخت. بچه ها اینو وقتی 0 و 0ش که میکنم ببینید این چجوریه. ما خیلی با این قسمت کار داریم. خب برای که این 0 بشه و ازش بتونم استفاده کنم میام این قسمت رو فعال میکنم. اینا 0 را روشن بشه. توی محور وای جی هم بزنم که این برتش. توی محور وای میگم آقا ارتفاع درمون چقدر معمولا؟ میگیم آقا 220 تا بیا بالا برای من. خب این ارتفاع بالای درا رو برای من مشخص کن. خب کار بعدی که میکنم به وسیله پلیگان من باید بالای درها رو بریج کنم. این بالای درم من نمیخوام. من همه چی رو تو خالی لازم دارم. ببینید از این قسمت به این قسمت بریج میکنم. این بالای درا رو هم پاک میکنم. این قسمت هم با این قسمت بریج میکنم. بالاش رو پاک میکنم. این جاهایی که من خط ندارم من نیاز دارم که اینم بریج کنم دیگه، یا اینجا رو من بریج کنم. پس چیکار باید بکنم؟ یه کانکت لازم داره. یا رینگ میزنم، کنترل شیفت ای، یه کانکت. اسنپمو میذارم روی 3 بعدی. میام دقیقاً با این مچ میکنم، با این گوش هم مچ میکنم. رینگ میگم آقا یه خط عمودی تو این خطایی که انتخاب شده برای من کانکت بزن. خب حالا این قسمت هم لازم دارم. یه دونه از خطاشو که سلکت کنید آلت 3 کیبورد عدد 3 آلت 3 رو که بزنید میاد در مخالف خطی که سلکته به شما یه کانکت 2D میده. خب این از مکس 2023 این اتفاق افتاده ها. اگر میبینید نمیشه و همون کانکت بدید اوکیه کارتون. من میام اینا رو بریج میکنم. یکم سریعتر بریم جلو که تایم جلسه داره تموم میشه. این خطم من بندازم. بچه ها نها کنید، من اگر بخوام این رو با این مچ بکنم یه دیوارم این حالتی میشه دیگه. یا میتونم پیوتم رو یه باکس بکشم، پیوتم رو درست کنم. چجوری؟ الان پیوتم ببینید بچه ها، من این خط رو که انتخاب بکنم پیوتم همراستای این خط 45 درجه هم نیست. خب چیکار پس باید بکنم؟ یه باکس بکشم، اتوگیرید رو فعال میکنم، یه باکس روی این میکشم. خب میگم آقا پیوت رو بیار دقیقاً، میخوام پیوت رو دقیقاً با این مچ کنم. میخوام چیکار کنم؟ خب میام این قسمت ویو، این پیک میکنم و روی باکس کلیک میکنم. ببینید پیوت هم این شکلی شد دیگه، درسته؟ خب پس من الان پیوت صاف دارم که میتونم به وسیله این قسمت باکس صرف 1 رو فعال کنم. پیوت هم درست میشه و میام دقیقاً اینو رو با این مچ میکنم. یه آلت 3 دیگه میزنم و این رو با این مچ میکنم که دیگه الان خودش هست و این نیازی نیست. کنترل بک اسپیس میزنم و پاک میشه. این قسمت و این قسمت رو با هم دیگه بریج میکنم. خب کارم که تموم شد با باکس دیگه، باکس رو پاک میکنم دیگه. من کارم انجام دادم، تمام شد. خب این قسمت دیگه تمامه. خب کار بعدیمون چیه؟ میام بوردر، رو حالت بوردر میام جاهایی که خالیه. این قسمت که اتاق داره، آره ما اینجا رو مشخص نکردیم. من یه در
ببینید خط پلانتون کجاست. یه در میذارم اینجا 20 سانتی متر توی محور وای، صفرش میکنم میارم رو خطه. ببینید میام میذارمش روی خط. از این خط من توی محور وای 20 تا میرم جلو. خب یا 10 تا میتونید، ضخامت دیواره داخلی 10 سانتی متری. این رو یه کانکت دیگه انداختم از این سمت، با این مچش کردم. خب ببینید من میخوام این رو با این مچ کنم. میام روی محور وای فعالش میکنم و موسمو میبرم. اسنپتون فعال بشه. موسو میبرم رو نقطه‌ای که میخوام همراستاش قرار بگیره، همراستاش قرار میگیره. خب این و این قسمت هم من بریج میکنم و این رو پاک میکنم. خب اسنپمو خاموش میکنم. حتما بچه وقت کارتون تموم میشه اسنپتون رو خاموش کنید، چون الکی هنگ میکنه کارتون. خب من این قسمت ها رو دونه دونه میام کپ میکنم. میتونیم چند تا رو با هم انتخاب کنیم. هر جایی که سوراخ رو انتخاب میکنیم و کپش میکنیم. خب سقفم در اومد بچه. این دونه دونه این سقف رو انتخاب میکنم. این پلیگاناش رو انتخاب میکنم و یه دیتچ میزنم. این دوتا غیر فعال باشن، حواستون باشه. مثلا میذاریم فلور ساری روف. خب بچه ها ببینید ما همزمان رول لایه مدل سازی هم دیگه. الان این قسمت من روش دبل کلیک بکنم، یک کلیک بکنم و یک کلیک دیگه بکنم، میتونم اسمش رو درست کنم. وال. سعی کنید همیشه کارتون تمیز باشه که وقتی شلوغ شد کارتون راحت بتونید لایه رو از توی لایه آبجکتتون رو انتخاب کنید. مثلا روی لایه روف، یعنی روی این روف که برم، لایه سقفم، آبجکت سقفم مشخصه. خب من یک کپی از این سقفم میگیرم و میارمش پایین. کپی اینستنس هم نمیخواد. سقف رو من هایت سلکشن میزنم، هایت بشه. ببین چرا کپی نگرفته هنوز، من نیاوردمش. خب توی پیوتم Z رو من قفل میکنم و X، یعنی میرم روی یکی از این ورتکساش میام مچ میکنم میارمش این پای. خب اسمش هم میذارم فلور. این اسما رو هم خراب کردیم. روف. خب من میام لایه روفمو هایت سلکشن میزنم که کفم معلوم بشه و دیوارام. خب نرمال کفم الان خرابه دیگه. من از سقف آوردم دیگه، سقفم نرمالش درست بود، رو به داخل بود، همونو کپی کردم. این قسمت نرمالش خرابه. پس چیکار بکنم؟ ببینید وقتی هایدم میکنم این قسمت چشمه خاموش میشه. من فلورم بخوام هاید بکنم روش کلیک میکنم خاموش میشه، یا اینکه راست کلیک میکنم هاید سلکشن. اگه بخوام برگردونم آن هاید آل میزنم. خب اوکی. کفمو میام یه ادیتیبل پالی که الان هست، یه کنترل A میزنم همش انتخاب بشه و فیلیپ میزنم نرمال کارم درست بشه. ببینید من الان بالای درامو دیگه پاک کرده بودم دیگه، اگر یادتون باشه این بالای درا دقیقا اومده پایین و سوراخ شده دیگه، یعنی من باید اینا رو به هم دیگه بریج کنیم. میرم روی H، این خط رو میگیرم و خط روبرویش رو میگیرم با کنترل بریج میکنم. این قسمت هم بریج.
هر جایی که سوراخه رو ما بریج میکنیم، هر جایی که بازه ما اینا رو انجام میدیم. اگر یادتون باشه گفتم 2 نقطه کیبورد دستور آخر مکس رو اجرا میکنه، پس اینجا خیلی به دردمون میخوره، سریع انجامش میدم. خب دیگه جایی نداریم، یه چک کلی میکنیم، دیگه جایی نیست. خب بالا سر در ورودی من باید جایی که در ورودیمون قرار میگیرم، من میام این قسمت رو بریج میکنم، بریج، و اون پشتش که دیده نمیشه رو دیگه من درگ کردم، پاک کردم. خب در ورودی من میتونم پاک کنم دیگه، که بعد آبجکت در ورودی رو بیارم بندازم اینجا. خب ببینیم کجای کارمون پنجره داره. اوکاوه پنجره معمولا بین 90 تا 120 هستش که ما حدود، اگر پنجره سراسری بخوایم کار کنیم، که حالا تو این پروژه نمیخوام کار کنم، من میام یه F3 میزنم، وای فریرم روشن میشه، کل این خطوط رو دوباره میگیرم، یه کانکت میندازم، کنترل شیفت ای. خب میام صفرش میکنم، توی محور Z آره این صفر شده الان. خب میام توی محور Z 90 سانتی متر میرم بالا. خب حالا پلیگان رو انتخاب میکنم و پنجره ها رو شیفت کش میکنم رو به بیرون، شیفت رو نگه میدارم و توی محوری که میخوام میارمش بیرون، اسنپ رو همزمان که داره میاد بیرون روشن میکنم و میارم با این هم راستاش میکنم. خب اینو دیلیت میکنم، اینجا هم یه پنجره داریم، یه بار دیگه بگم شیفت رو نگه میدارم، رو محوری که میخوام میکشمش بیرون و همزمان اسنپم رو فعال میکنم، اس کیبورد رو میزنم، اسنپم فعال میشه و با این قسمت هم راستاش میکنم. کارم تموم شد، اسنپ رو خاموش میکنم، میرم سراغ مرحله بعد. اینو دیلیت میکنم، دیگه جای پنجره نیست. این قسمت هم داریم، اینو من میارمش بیرون هم راستاش میکنم، این قسمت رو هم داریم، میام با این قسمت هم راستاش میکنم و دیلیت میکنم. اوکی خب فعلا تا اینجا بسه که حالا بریم وارد دیتیل های یا جزئیاتش بشیم و در و پنجره و قرنیز و این چیزا رو برای جلسه بعد بهتون بگم. فقط در جریان باشید که این کار فکر میکنم 4-5 دقیقه بیشتر نباشه، این کاری که من انجام دادم. امیدوارم که استفاده کرده باشید و جلسه بعد رو حتما نگاه کنید و پله پله با هم دیگه این پروژه رو میبریم جلو تا رندر نهایی. پیروز باشید و با انگیزه و با خلاق که نمیشه گفت، ولی امیدوارم که خلاقیت تو کاراتون موج بزنه و ممنون میشم حمایتم کنید. این بهم انگیزه میده که ویدیوهای بیشتری براتون بسازم. بعد از کلا این دوره آموزش مقدماتی تیری مکس 0 تا 100 که داریم، ما وارد ورکشاپ ها میشیم، ویدیوهای بیشتری میذاریم. سعی کنید استفاده کنید از ویدیوها، خیلی میتونه مفید باشه. به صورت رایگان کل تیردی مکس رو به صورت خیلی خیلی ساده دارم بهتون یاد میدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و استفاده کنید. چیز دیگه ای ندارم بگم دیگه. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.